زمزمی معارف. پرسش از شما و پاسخ از ما. همراه ما باشد در برنامه زمزمی معارف با حضور کارشناسی عالی قدر استاد نصیب الله عمر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان عزیز رادیو مهر، بهار فصل زیبایی است که برای همه ما تراوت و شادابی، امید و زندگی دوباره می بخشد. ما در بهاری قرار داریم که مصادف با پایان ماه پربرکت رجب المرجب هجری قمری است. بنابر روایت‌های اسلامی در روز 27 رجب سال 41 عام الفیل مبعث رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اتفاق افتاده است و آن حضرت در این روز به پیامبری برگزیده شدند و در شب 27 رجب در سال 10 بعثت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در یک سیر شبانه‌ای که میان مکه و بیت المقدس اتفاق افتاد به معراج رفته اند و به این دو مناسبت بزرگ همه مسلمانان و به ویژه شما شنوندگان عزیز را تبریک و تهنیت می نمایم. رسول الله رسول الله رسول الله محمد یا محمد صلی الله علیه یا رسول الله صلی الله علیه یا رسول الله صلی الله علیه یا حبیب الله. امام بخاری در حدیث 71 و امام مسلم در حدیث 175 کتاب صحیح خود از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این روایت را نقل کرده اند که حضرت فرمودند: من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین. خداوند اگر به کسی بخواهد خیر و نیکی در زندگیش عطا کند، به او فهم صحیح دینی ارزانی می دارد. مهمترین راهکار در فهم صحیح امور دینی پرسش از اهل علم و کارشناسان دینی است. از این رو قرآن کریم دستور صریح داده است که فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر مسئله‌ای را نمی‌دانید پس آن را از اهل علم و دانش سؤال کنید. سوره نحل آیه 43. زمزم معارف برنامه است نو و تازه از رادیوی مهر که بر اساس پرسش‌های فقهی و دینی شنوندگان گرامی تهیه شده است و قرار است در هفته تا چند نوبت
این برنامه پخش شود. در این برنامه سعی خواهد شد تمام پرسش ها بر اساس فقه امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه و باورهای صحیح اهل سنت و جماعت پاسخ داده شود. به امید رضایت شما شنوندگان عزیز و خوشنودی پروردگار جهان. محمد مقتدای اهل عالم، محمد مصطفای آل آدم، محمد رحمت للعالمین است، رسول آسمانی بر زمین است. دلش دریایی و خلقش خدایی، نگاه روشنش شمس الضحایی. تبر بر دوش تابوت خانه آمد، حبیب الله سرمستان محمد محمد. خودش خاتم خدا ختم کلامش، تمام مهربانی در سلامش. نهان در گیسوانش سر اسرار، شکست شور فریادش قفس را. امین وحی رب العالمین است، امیر و سرور روح الامین است. نتیم مکه آقای جهان شد، محمد سید پیغمبران شد. احسنت یا بدرالعجم، لبک یا شمس العرب. ای حسن خلقت بی بدل، ای از تو عالم در عجب. ای حسن خلقت بی بدل، ای از تو عالم در عجب. ای از تو عالم در عجب. تاهای ما یاسین ما، ای آیه هایت بین ما قاری قرآن تو حافظ آیین ما.